من امروز تصمیم گرفتم وابسته به جالبیت‌های یکی از منطقه‌های شمالی کشور یعنی شهر استقلال به شما معلومات دهم. شهر استقلال در یک گوشه آرام و زیبا منظر جای گرفته است و یک قطار جالبیت‌ها دارد می‌تواند دقت هر نفر را جلب نماید. شما تیاری؟ پس رفتیم. شهر استقلال یکی از منطقه‌های جالب و زیبای شمالی کشور به حساب می‌رود که در یک حدود خرد و با اهالی کم جایگیر شده است. اگر ما به تاریخ نگاه کنیم، شهر استقلال اولین مرتبه در سالهای 30 عصر گذشته یعنی که در زمان شوروی تأسیس داده شد و در آن دوره یکی از منطقه‌های کلیدی به حساب می‌رفت. در گذشته شهر تباشر نام داشت و سال 2011 باشد پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نمودند که نام شهر به استقلال عوض کرده شود. در دوران صاحب استقلالی شهر استقلال دوره به دوره رشد نمو یافته شده است. امروز در شهر کتابخانه، آثارخانه و مکان‌های فرهنگی و فراغتی و باغ‌ها موجود میباشد. بعد به انجام رسیدن جنگ بزرگ وطنی منطقه استقلال همچون محل اهالی نشین فعالانه آباد کرده شده در دوره شوروی رشد نمو یافت. در اینجا اولین مرتبه بناهای دو-آشانه استقامتی، مکتب‌ها، باغچه‌های بچگانه و دیگر انشاءات‌های تعیناتش مختلف بنیاد کرده شد و باید گفت که سبک و اصول معماری انشاءات‌هایی که در آن زمان ساخته شده است خیلی جالب و دیدنی میباشد. بناهایی که در اینجا ساخته شده است با سبک و اصول غیرعادی معماری خود از دیگر منطقه‌ها به کلی فرق میکند و امروز در خود تاریخ و تمدن همان زمان را انعکاس می‌نماید. حتی اصول‌های جالب و ناتکرار معماری بناهای استقامتی و دیگر انشاءات‌ها باعث گردید شهر استقلال در بین مردم با نام شویتزر خرد نیز معروفیت پیدا نماید. در برابر خصوصیت‌های خاص خود شهر استقلال همزمان طبیعت زیبا و تماشاباب نیز دارد. اطراف شهر و کوه‌ها احاطه نموده تماشای طبیعت زیبا می‌تواند به هر نفر حلاوت بخشد. در شهر یادگاری‌های تاریخی شخص را به تاریخ نه آنقدر دور می‌برد که از پیشرفت شهر و رشد آن درک می‌دهند. چنین یادگاری‌ها مثل روزنه گذشته است که برای زمان حاضر را بهتر درک نمودن کمک می‌کنند. در حدود شهر واقع بودن کوه زیبا یکی از موضع‌های معروف شهر به حساب می‌رود. این کوه در گوشه زیبا منظر جای گرفته اطراف آن را کوه‌ها احاطه نمودند. هر نفر می‌تواند از اینجا از هوای تازه کوهسار و منظره‌های زیبا بهره برد. شهر استقلال مکانی است که در آن فرهنگ و عنعنه‌های گوناگون به هم می‌پیوندد. در شهر از مناطق مختلف تاجیکستان آدمان زندگی می‌کنند. این یک گوناگونی بی‌نظیر خصوصیت‌های فرهنگی را به وجود می‌آورد. در اینجا می‌توان با عرف و عنعنه‌های مختلف، عادت‌ها و دیگر مخصوصیت‌های مردمی هر محل آشنا شد. با این نکته‌ها می‌توان خلاصه نمود که استقلال هرچند شهری است که دارای مساحت کمی باشد، هرچند نسبت دیگر شهرها اهالی آن کمتر است، ولی آن دارای تاریخ بوی و پرغناوت، فرهنگ جالب، عرف و عادت‌های گوناگون و در آن خلقیت ملت‌های زندگی می‌کنند که هر یکی آنها رسم و عنعنه، عرف و عادت‌های خود را دارند که این عامل‌ها در یک جایگاه می‌تواند شهر را به یک مکان جالب سیاحی تبدیل دهد. شما را مردم شهر استقلال انتظار است. مرحبا.